اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز با شما درباره بهترین وقتها برای طاعت و عبادت و کار و فعالیت با شما صحبت دارم و آن سحر بر وقت خیستن می باشد که این را در اسلام بکور گفته می شود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشان درباره اهمیت و فضیلت بر وقت خیستن می فرمایند: بورک فی امتی فی بکورها. الله سبحانه و تعالی برکت داده است در امت من در بر وقت خیستنشان. بکور این از دمیدن صبح صادق تا بلند شدن آفتاب، برآمدن آفتاب و بلند شدن آفتاب را بکور گفته می شود در زبان عربی. و در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای کسانی که بر وقت می خیزند و به طاعت و عبادت پس از آن به کار و فعالیت مشغول می شوند دعای خاصی نموده اند، همچنانه که در حدیثی که آن را ابو داود رحمه الله و دیگر امامان محدث روایت کرده اند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: اللهم بارک لی امتی فی بکورها. پروردگارا در امت من در وقت بر وقت از پی کار و بار و طاعت و عبادت شدنشان برکت بده. و بود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگاهی که لشکری را میفرستاد برای غزا، برای دور کردن ظلم و ستم از مسلمانان و کسانی که مانعی پیشروی اسلام می شدند، این لشکر را بر وقت می فرستاد. و صخر رضی الله عنه صحابی بود، به تجارت مشغول بود و این تاجری صحابی هرگاهی که کارمندان خود را برای تجارت می فرستاد بر وقت می فرستاد. پس خداوند بزرگ در مال و اموال صخر رضی الله عنه چنان برکت داد که مال و ثروت فراوان را جمع آوری نمود. این هم به خاطر استفاده نمودنش از این وقت مبارک، یعنی وقت صبح دم تا بلند شدن آفتاب، یعنی اول روز را با کار و فعالیت و طاعت و عبادت یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم استفاده می‌کردند. عمل دیگری که در این وقت به نهایت ثواب زیاد دارد و نباید ما دوستان عزیز از این عمل بزرگ، از این توشه مهم برای آخرت و توشه فراوان نباید خود را محروم بسازیم، همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این مسئله را در حدیث مبارکش بیان نموده اند: من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس کان له کاجر حجة و عمرة تامة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح می فرمایند که هر کسی که نماز بامداد را با جماعت گزارید، پس از نماز بامداد را با جماعت گزاریدن نشست و تا بلند شدن آفتاب به ذکر مشغول شد، یعنی قرائت قرآن، درس خواندن، درس گرفتن، ذکرهای صبح ها را خواندن و غیر از عبادت ها، درس دادن و درس گرفتن مشغول شد حتی که آفتاب بلند گشت، پس از آن 2 رکعت نمازی چاشت بگذارید، یعنی نماز ضحی، ثواب حج و عمره پره را میگیرد. گفتن 3 بار تکرار نمودن. یعنی که ببینید هر کسی که دوستان عزیز نماز بامداد را با جماعت میگذارد، بعد او زود از پی نوم نمی شود یا کارهای بفایده نمی شود، بلکه در جای نماز خوانده اش می شیند تا بلند شدن آفتاب به ذکر مشغول می شود. وقتی که آفتاب بلند شد 2 رکعت نماز ضحی می خواند، اشراق، ثواب حج و عمره پره را می گیرد. خداوند بزرگ یعنی این فضل و کرم را نصیب ما و شما کرده است. پس چرا در روزهایی که امکانیت داریم از این فضل و کرم الهی استفاده نکنیم؟ چرا برای آخرت خود که حیات جاودانی ما آنجاست توشه بزرگ از حج و عمره ها هر روز نفرستیم؟ البته کسی که کار دارد، ضرورت دارد، بعد از نماز بامداد میتواند که برایت، اما کسی که ضرورت ندارد، وقت دارد،
از این فرصت خود را محروم نسازد که بسیار ثواب زیاد دارد. همچنان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که کارهای آنها منظم بود، اکثریت آنها در این وقت به طاعت و عبادت مشغول می شدند. اما روز عمر رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را دیدند که بعد از نماز بامداد را گذاشتن ننشستن در مسجد و برآمده رفتند. حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که البته ابوبکر رضی الله عنه کار عمل از این پرثوابتر یافته است، برای آن در مسجد ننشست. از پی ابوبکر صدیق رفتند، دیدند که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به یک خانه یعنی عادی و ساده در اطراف مدینه در آمدند و بعد از مدت برآمده رفتند. وقتی که حضرت ابوبکر صدیق برآمده رفتند، حضرت عمر رضی الله عنه به این خانه وارد شدند و دیدند که در آن خانه یک پیرزنی برجا مانده است. پرسیدند که ای مادر، این شخص کی بود؟ گفت نمیدانم. گفت چرا به خانه تو آمد؟ گفت آمد خانه مرا رفت، گاوی مرا جوشید، شیر را به من داد، باقی مانده اش را گذاشت و برآمده رفت. پس از آن حضرت عمر رضی الله عنه دو زانو زده به زمین گفتند که اتعبت الخلفاء من بعدک یا ابابکر، ای ابوبکر صدیق، ای خلیفه مسلمانان، ای امیر المؤمنین، تو بعد از خود خلیفه ها را در مشقت گذاشتی با این کارنمایی، با این مهربانی به خلق و ناتوانان. یعنی این چنین دوستان خدا، یاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این وقت استفاده میکردن. وقتی که کار ثوابش بزرگتر به مانند چنین کارها یا آبادی یا مسئله های بزرگتر میبرآمد، به آنها مشغول میشدند. برای همین هم میبینیم دوستان عزیز، در این وقت پربرکات خواب بسیار انسان را سخت زیر میکند. یعنی این برای انسان از خواب خیستن در این وقت مبارک، یعنی از صبح دم تا برآمدن آفتاب، بسیار مشکل و چنان وسوسه میکند انسان را که گویا هیچ خواب نکرده باشد که خواب را دوام بدهد. و این نکته را رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این وسوسه شیطان را بالای ما و شما 1400 سال پیش در حدیثی مبارک خود بیان نموده اند. همچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: یعقد الشیطان علی قافیه رأس احدکم اذا نام 3 عقد ينفس في كل واحد منهما ان ارقد فان عليك ليل طويل او كما قال النبي صلی الله علیه و سلم ورواه البخاری و مسلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح بیان نموده اند که هرگاهی که شما خواب میکنید، شیطان می آید در پشت سر شما، جایی که بس وسوسه فرزند آدم مشغول می شود، 3 گره میزند. یعنی چگونه که جادوگرها جادو میکنند و گره میزنند، شیطان هم آمده در پسی سر انسان 3 گره میزند که خواب بکن شب دراز است، خواب بکن شب دراز است، خواب بکن شب دراز است. برای همین هم انسان وقتی که صبح دم یا پیشتر از اون میخیزد، میگوید حالا وقت زیاد است، کمی خواب میکند که بامداد را از دست میدهد یا بامداد را از جماعت از دست میدهد و تنها میگذارد. برای همین هم دوستان عزیز، یعنی بسیار هوشیار و زیرک بود که نماز بهتر از نوم است. الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز از خواب بهتر است میگوید مؤذن. یعنی خواب را ترک بکنید، به اطاعت الله سبحانه و تعالی، به این عبادت بزرگ بیایید. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در دوام همین حدیث فرمودند وقتی که انسان از خواب میخیزد، در صبح دم میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یک گرهی که شیطان در پشت سری او زده بود، برای او را خواب سخت زیر کردن، یک گره کشاده می شود. وقتی که طهارت می کند، گره دوم کشاده می شود. وقتی که نماز می گذارد، گره سیوم کشاده می شود. پس انسان می گوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم بسیار خود را خوب احساس می کند و بسیار بانشاط می گردد. و اگر که چنین نکند و نماز بامداد را قضا بکند یا پس از برآمدن آفتاب بیدار بشود، در این حالت انسان برمیخیزد از خواب بسیار تنبل و بسیار خود را بد احساس میکند. یعنی به سببی که وقتی فیض و برکت را از دست داد و در وسوسه شیطان و نیرنگ او که میخواست مؤمن را از این بهترین وقت و نماز صبح که یکی از بزرگترین نمازهاست باز دارد، یعنی که نقشه شیطان در حق او عملی شد. علما هم حکما هم میگویند بر وقت خستن بسیار فیض و برکت دارد
و انسان‌هایی که بر وقت می‌خیزند در وقت آنها برکت داده می‌شود و دعای رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق آنها اجابت می‌شود که کارهای خود را به آسانی بود می‌کنند. ببینید دوستان عزیز، چارواها را حتی میگویند علما که گوسفند که در صبحدم بر وقت می‌خیزد یک دو کودک تولد می‌کند، چنان خداوند برکت داده است که هر جا گوسفند است و کمشوی ندارد. اما سگ 8 تا 12 تا تولد می‌کند، اما در وقت مبارک که خواب است، در وقت صبحدم، یعنی که برکتی از او دیده نمی‌شود و هنوز شماره آنها با وجود این همه اوج گرفتنش کم و از گوسفندان کم میباشند. یعنی به خاطری که سگها یکی از عادت آنها همین است که طول شب را بیدار است، اما وقتی برکت آخری شب آمد و وقتی صبح دم آمد خواب میکنند اکثریت آنها. برای همین هم ببینید دیگر مخلوق الهی زنبورها را که آنها از وقتی صبح دم کار را آغاز میکنند و همین که کمی روشن شد رفته به گلها می نشینند و از گلها شیره آنها را، رحیق آنها را گرفته به قطیها برمیگردند و در آنجا به قدرت الهی عسل، بهترین نوشاکی را تیار میکنند و آماده میسازند. برای همین هم دوستان عزیز، ما و شما که زمین را خداوند بزرگ برای ما و شما آفریده است و آباد کردن او را بر ما و شما واجب گردانیده است، همچنانه که الله سبحانه و تعالی در آیه کریمه میفرماید استعیذ بالله هو الذی خلقکم فی الارض واستعمرکم فیها، او خداوند است که شما را بالای زمین آفریده است و آباد کردن او را بر شما واجب گردانیده است. یعنی که بر ما و شما واجب گردانیده است، این مسئولیت به دوش ما و شما است. پس بیایید هر یک کدام ما و شما مسلمانان برای آبادی و آبادانی، تعلیم و تربیه و اصلاح و آینده درخشان سهم و کمک بکنیم، زیرا که مشکلات زیاد داریم، تنقیصی های زیاد داریم. همچنانه که الله سبحانه و تعالی این نکته را به جد و جهد آورده پیوست کرده، در آیه دیگر می‌فرماید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خداوند هرگز حالت قومی را دیگرگون نمی‌کند تا آنها خود را دیگرگون نسازند. یعنی ما پس باید دیگرگون شویم، خود را اصلاح نماییم تا جامعه ما اصلاح شود. و اگر یک نظر به تاریخ اسلام بیافکنیم، همه بزرگان اسلام از زحمت، بر وقت خیزی، عبادت به جای رسیدن و کارهای بزرگ انجام دادن. مؤلفان و علمایی که کتابهای 20 جلده و 30 جلده و غیر کم و زیادتر را تألیف نمودن، اکثریت آنها میگفتند که از در آخر شب تا وقتی اشراق ما این کتاب را بیشتر نوشته ایم. یعنی به برکت این وقت مبارک این مؤلفات، این کتاب‌های طولانی و زیاد نوشتن برای ما میسر شد. و همچنانه که اگر ببینیم به حیات پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم و یاران او از این وقت به نهایت استفاده خوب میکردند. خداوند بزرگ ما و شما را خوب استفاده نمودن را از این وقت مبارک و از تمام وقتها که وقت همیشه برای ما و شما قیمت است و ثانیه‌ای که از دست ما و شما رفت دیگر نمیگردد. برای همین هم شاعر میگوید نفسهای تو هر یک در نایاب، برآید گر به فکر و ذکر وهاب، چرا قدر دوری جان را ندانی، به باد غفلت این درها فشانی. تا برنامه‌های آینده در پناه و امان الهی باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.